سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم یکم سپتامبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه با اپوزیسیون همکاری میکرد، بازداشت یک بلاگر در نورک بعد نشر ویدیوهای تنقیدی، اعلان انتخابات پیش از مولد پرزیدنتی در قزاقستان، فیلم کارگردان تاجیک برای خط 19 شاهکار سینمای جهان را یافت، روسیه کتاب حدیث‌های صحیح البخاری را کتاب افراطی و ممنوع اعلان کرد، مرگ 3 مسافر در راه دوشنبه خوجند، شانتاژ یک دانشجو در خوجند، رپورتاژ از کوچه تاجیکسکا در شهر پراگ و اکنون تفصیلات خبرها. مؤسس صحیفه ویب جوانان نورک در شبکه اینستاگرام از جانب مقامات میلیشیا با اتهام همکاری با سامانه‌های مربوط به سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف نیروهای اپوزیسیای تاجیک بازداشت شده است. در این باره روز 1 سپتامبر سال 2022 رادیوی آزادی با تکیه به نشریه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع آزادی، در صحیفه ویب جوانان نورک در اینستاگرام منصبداران نورک تنقید شده از کمبودی‌های موجوده در پایتخت انرژتیکی تاجیکستان که در 75 کیلومتری جنوب شرقی دوشنبه جایگیر شده است نوارها پخش میشد. حالا چنین ویدیوهای تنقیدی از این کانال پاک کرده شدند. مقامات نام صاحب این کانال انتقادی را ذکر نکردند، تنها گفتند که او یک ساکن شهر نورک بوده به سامانه‌های مربوط به سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی، سازمان عبارت از مخالفین تاجیک، همکاری میکرده است. سید احرار میرزازاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر نورک در نشریه رسمی وزارت کارهای داخلی گفته است که این ساکن نورک را زمان بازداشت کردند که از یک انشاءات شهر در صحیفه‌اش نوار پخش میکرد. معلوم میشود که او هنگام نواربرداری از آن انشاءات به دوربین‌های کامراهای مشاهده‌ای افتاده است. به گفته سید احرار میرزازاده در جریان تفتیش کارمندان میلیشیا از تلفن این بلاگر نوارهای قبلا گویا به سامانه‌های مخالفین فرستاده شده را هم پیدا کردند. تفتیش این ادعا توسط منابع دیگر مشکل به نظر می رسد. خود بلاگر دستگیر شده و یا نزدیکان او برای شرح قضیه دسترس نیستند. مسئولان پیمان ملی هنوز ادعای به سامانه‌های این ائتلاف اپوزیسیونی همکاری داشتن این ساکن نورک را شرح ندادند. پیمان ملی سال 2018 در ورشو تأسیس یافته 4 گروه مخالفین تاجیک، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاح و رشد تاجیکستان و انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا را متحد می‌کند. الکی سال 2019 همگی بعد یک سال فعالیتش دادگاه عالی تاجیکستان بر اساس درخواست دادستانی کل این کشور فعالیت پیمان ملی را در جمهوری منع کرد. در چند ماه آخر در تاجیکستان چندین ژورنالیست و بلاگر با اتهام همکاری با اپوزیسیون باز گرفته شدند. نمونه‌های از همه برجسته 4 ژورنالیست و بلاگر شناخته عبدالسلام پیر محمدزاده، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و ذوق‌بیک سیدامینی می باشند که در برابر اتهامات دیگر به همکاری با سازمان ممنوع نیز عیبدار می شوند. این سازمان‌های ممنوع هر نوع ادعای با آنها همکاری داشتن این 4 ژورنالیست را رد کرده می گفتند مقامات تاجیکستان از این اتهامات بر دروغ برای سرکوب مطبوعات آزاد و ژورنالیستان مستقل استفاده می کنند. که روز 1 سپتامبر سال 2022 در پارلمان پیامش به مردم را ارائه میکرد، اعلام کرد که الکی تیرماه سال جاری در این کشور از لحاظ مساحت و ذخیره های معدن‌هایش بزرگترین آسیای مرکزی انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی دایر کرده می شود. توقایف گفت که او نامزدیش را به مقام پرزیدنتی پیشبری خواهد کرد. برای تطبیق با موفقیت اصلاحات فراگیر برای بنیاد قزاقستان عادل و شکوفا مندت باوری خلق لازم است. برای من منفعت‌های دولت از همه بالاست. از این رو من تیارم که زمان صلاحیت خود را کاهش داده به انتخابات غیر نوبتی بروم، گفت در پیامش پرزیدنت کنونی قزاقستان توقایف سال 2019 به جای نظربایف پرزیدنت شد و دوره کنونی 5 ساله ریاستش سال 2024 به پایان می رود. یک نفر طبق قانون اساسی قزاقستان تنها به 2 دوره پرزیدنتی حق دارد، اما توقایف توصیه داد که دوره پرزیدنتی را 7 ساله کند، ولی به یک نفر حق از یک بار زیاد پیشبری کردن نامزدیش را ندهند. این نوآوری کنستیتوسیونی که من پیشنهاد میکنم خطر منپول کردن قدرت را کم میکند، گفت توقایف. ولی منتقدان میگویند با 2 دوره 5 ساله پرزیدنتی محدود بودن حق یک نفر در گذشته مانع نشد که
پرزیدنت قبلی نورسلطان نظربایف با استفاده از هر نوع حیله‌های حقوقی و بازی با قانون اساسی 30 سال در قدرت بماند. قاسم جمال توقیف در پیامش همچنین وعده داد که اشتراکچیان اعتراضهای خونین ماه ینور سال جاری را عفو خواهد کرد، ولی او تشریح کرد که سخن درباره آن اعتراضگران عادی می رود که دست به یگان جنایت سنگین نزدند. ماه ینور سال 2022 در جریان سرکوب بزرگترین اعتراضها در تاریخ نوین قزاقستان بیش از 200 نفر کشته و بیش از 10,000 نفر دستگیر شدند. توقیف سال 2019 به جای نظربایف به کرسی پرزیدنتی رسید و تا اعتراضهای اول سال جاری نقش یک پرزیدنت نمایشی را اجرا میکرد. ماه ایون سال جاری توقیف توسط رایپرسی از متن قانون اساسی تمام اشاره ها به نظربایف را برداشته، او را از جمله از حق دیگر باره پیشبری کردن نامزدیش به پرزیدنت و به این ترتیب از امکان بازگشت برابری دولت محروم کرد. توقیف همان وقت گفت توسط این اصلاحات یگان قصد تمدید زمان ریاست خود را ندارد. قزاقستان نزدیک 20 میلیون اهالی داشته، بادا از 10 میلیون کیلومتر مربع مساحتش از نگاه مساحت در دنیا در جای نهم و در آسیای مرکزی کشور از همه بزرگ مساحت به شمار می رود. قزاقستان همچنین صاحب ذخیره های از همه بزرگ معدنی های طبیعی از جمله نفت و گاز در منطقه بوده، قدرت اقتصادی رقم یک در آسیای مرکزی شمرده می شود. شام 31 آگوست سال 2022 در شهر ونیزی ایتالیا با تقدیم جایزه شرط لویی برای سهمش در رشد سینما به ستاره سینمای فرانسه کاترین دنیوف، جشنواره 79 ونیزیا یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمای جهان به کار خود سر کرد. تالار این هنرپیشه 78 ساله را راست ایستاده استقبال کرد. بعد 2 سال پاندمی که این جشنواره را به شکل خیلی محدود و اساساً آنلاین دایر میشد، امسال برای اشتراکچیان دیگر باره قالین سرخ گستردند و مخلصان می توانستند از ستاره‌های مقبول خود سایه دست بگیرند. خبر داد از خبرنگار تاس جشنواره ونیزیا که رسما نمایشگاه بین المللی سینما نام دارد امسال 90 ساله می شود. امسال در آزمون اساسی آن 23 فیلم برای به دست آوردن شر طلایی، شر نقره‌گین، شو جایزه و دیگر جایزه های این جشنواره وارد سبقت می شوند و نام غالبان روز 9 سپتامبر اعلام خواهد شد. امسال بار اول در تاریخ این جشنواره در ونیزیا فیلم یک رژیسور تاجیک نیز به نمایش گذاشته می شود. در بخش کلاسیک ونیزیا برگزار کنندگان و حکمان جشنواره 19 فیلم شاهکار سینمای جهانی را برای نمایش انتخاب کردند. در بین آنها فیلم برتن محصول دست کارگردان زاده تاجیکستان بختیار خداینظرف نیز هست. برتن که سال 1991 به نوار گرفته شده است، یکی از آخرین فیلم های شاهکار استودیوی تاجیک فیلم و در عموم از آخرین شاهکاری های سینمای شوروی بود. برتن در بخش کلاسیک ونیزیا در برابر چنین فیلم های شهرتیار چون فیلم های امریکایی گذرگاه در کانیون، گربه سیاه، استلا دالاس، فیلم هندی شطرنج‌باز راه یافته است. بختیار خداینظرف 29 مای سال 1965 در دوشنبه به دنیا آمده. سال 1989 رشته کارگردانی ویگیک دانشکده سینمای اتحاد شوروی را در شهر مسکو ختم کرده است. او دست پرور استخوان ایگور تالانکین بود. الکی نخستین فیلمش برتن که بختیار آن را سال 1991 وقتی همگی 26 سال داشت به نوار گرفت، برای کارگردان آن وقت جوان تاجیک شهرت بین المللی آورد. بختیار خداینظرف در عمر کوتاه خود باز چندین فیلم ماندگار ایجاد کرد. کوش به کوش سال 1994، پدر مهتابی سال 1999، شیک سال 2003، کشتی تانگو سال 2006، در انتظار بحر سال 2012، آخرین فیلم او سریال معشوقه های مایور سکالوف سال 2014 بود. بختیار خداینظرف 21 اپریل سال 2015 همگی 40 روز پیش از جشن 50 سالگیش در برلین بر اثر بیماری سرطان جگر از عالم چشم پوشید. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزارت عدلیه روسیه روز 29 آگوست سال 2022 یکی از 6 کتاب حدیث‌ها درباره زندگی و سخنان پیامبر اسلام محمد صحیح البخاری را بر روی خط سیاه ادبیات افراطی و ممنوع شامل کرد. بنا به گزارش مرکز اطلاعاتی و تحلیلی سوا، حکم افراطی دانستن این کتاب حدیث‌ها را دادگاه نهایی لایش جمهوری تاتارستان هنوز ماه دکامبر سال 2021 قبول کرد. 5 یونیو سال 2022
دادگاه عالی تاتارستان این حکم را تصدیق کرده است. همراه با کتاب حدیث های صحیح البخاری، کتاب های بلوغ المریم و جلد اول تفسیر قرآن شریف نیز بر روی خط سیاه روسیه شامل کرده شدند. بنا به خلاصه مرکز بین منطقوی تشخیص های شهر قزان که مرکز سوه از آن نقل قول کرده است، در کتاب حدیث های صحیح البخاری گویا نقطه های است که نظام دنیوی دولتداری معاصر را رد کرده نسبت به پیروان دین های دیگر از جمله یهودیان، مسیحیان احساسات دشمنانه را دامن میزند. تشخیص همچنین خلاصه داده است که این کتاب حدیث ها گویا برتری دین اسلام را تبلیغ میکند و گویا مسلمانان را به انجام عملهای خشونت‌آمیز تحریک میدهد. ادوکات رسلان نگیف در یک ویدیو شرح داد که سخن درباره منع تنها یک کتاب نشر شده میرود، نه درباره منع در عموم تمام آثار محمد البخاری. صحیح البخاری در عصر نو از جانب امام محمد معروف به امام البخاری تهیه شده صحیح ترین مجموع حدیث ها درباره زندگی و سخنان پیامبر اسلام محمد اعتراف شده است. برخی روحانیان این کتاب حدیث ها را بعد قرآن دومین کتاب از همه موثق و معتبر برای اهل سنت می شمارند. در شهر خوجند تفتیش پرونده جنایتی یک دانشجوی همکنون سابق را که با راه شانتاژ با تهدید پنهان کردن عکس و معلومات‌های بی ابرو کننده از یک دختر چندین دفعه پول طمع کرده بود به دادگاه سپردند. به مرادبه قاسم زاده سال تولدش 2003 زاده جماعت وحدت نویه دیوشتیج اکنون بر اساس ماده 250 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در یک گزارش ویدیویی گفت مرادبه قاسم زاده سال 2021 هنگام تحصیل در دانشگاه با یک دختر دانشجو شناسایی پیدا کرده با او رشته دوستی بسته است. بعداً با به دست آوردن عکس‌ها و معلومات دیگر درباره این دختر مرادبه او را به یک منبع درآمد مفت تبدیل داده است. خود قاسم زاده در این گزارش همه گناه را به گردن میگیرد. صورتهایتان به همکورسانتان به خویش و تباران و در اینترنت میپرتایم گفته چند بار پول گرفتم، بار آخر باید به من 2000 سومان پول میداد که مرا دستگیر کردند. اکبر شریفی میگوید جبر دیده هر دفعه به این امیدی که پول رو میدهم و از شانتاژ خلاص میشوم طلب قاسم زاده رو قانع میساخت. جوان به دختر هر دفعه بعد گرفتن پول وعده میداد که همه اون عکس‌های بدنام کننده رو از تلفنش پاک میکند، ولی قاسم زاده که به درآمد مفت از حساب جبر دیده عادت کرده بود دیگر نمیخواست این همیان پول بی‌منت رو از دست دهد و از دختر تکرار به تکرار پول طمع میکرد. در نهایت طاقت دختر از این همه شانتاژ و فشار طاق شد و او به مقامات حفظ حقوق مراجعت کرد. مرادبه قاسم زاده در نتیجه یک عملیات فوری هنگام طمع‌جویی با دلیل شیعی دستگیر کرده شد. طوری به نظر میرسد چند سال نزدیک را او پس پنجره سپری خواهد کرد. وقتهای آخر خبرها درباره با تهدید در اینترنت و یا در بین دوستان و خویش و تباران پهن کردن عکس و نوارها و دیگر معلومات بدنام کننده یا شانتاژ کردن شهروندان در تاجیکستان زیاد شده است. در شهر پراگ پایتخت جمهوری چخ در 5500 کیلومتر دوری از تاجیکستان محله هست خیلی سرسبز که اون را میتوان مجازاً آسیای مرکزی خرد یا محله آسیای مرکزی هم نامید. این محله 6 کوچه خرد دارد که 5 کوچه‌اش به شرف کشورهای آسیای مرکزی قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان نامگذاری شده. کوچه ششم به شرف تاشکند پایتخت ازبکستان تاشکنت نامگذاری شده است. این کوچه‌ها خیلی خردند و هر کدام عبارت از تنها یک بناست که هر کدامش 8 درآمدگاهی دارند. اما این محله در مجموع خیلی پر از دول و درخت و سرسبز است و سرسبزترین کوچه در این محله سرسبز بازم کوچه تاجیکستان به نظر می رسد که تنها به نوع رنگش گلابی این کوچه را در یک باری سبز گویا غرق کرده است، به حدی که به فرق از کوچه های دیگر این محله حتی لوحه‌ای که در آن اسم کوچه یعنی تاجیکسک نوشته شده است در پشت درختان مخفی شده است. همین طور به فرق از کوچه های دیگر آسیای مرکزی خرد پراگ در سن کوچه تاجیکسک مجسمه خرده هم هست که با تصویر یک کودکی که در دست مدل هواپیما رو دارد، مثل یک رمز آرزوی پروازهای بلند به تاجیکستان که حاکمان وقت پراگ یک زمان همچون نشانه دوستی و برادری به این کوچه اسم اون کشور رو دادند. محله آسیای مرکزی خرد پراگ در همگی 4 کیلومتر دوری از خیابان مرکزی پراگ واقع است. لی به یک ساکن کهنسال کوچه تاجیکسک گفت بناهای این محله را سال 1972 وقتی پراگ هنوز پایتخت جمهوری سوسیالیستی چخسلواکیه
و تاجیکستان هم یکی از 15 کشور دوست و برادر در هیئت اتحاد شوروی بود برای افسران ارتش چکسلواکیه ساخته بودند. به شفهر فقید لیبا که افسر ارتش بود همان وقت دو منزل، یکی در همین کوچه تاجیکسکا و یکی در کوچه ازبیسکا پیشنهاد کردند، ولی شوهر او کوچه تاجیکستان را انتخاب کرده است. لیبا میگوید هرچند آگاهی زیادی از موجودیت کشور با نام تاجیکستان نداشتند، اینک نیم عصر باز در همین تاجیکستان خرد به سر میبرند. تاجیکستانی که در فاصله 5500 کیلومتر دوری از تاجیکستان اصلی در پراگ جایگیر شده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شام 31 آگوست سال 2022 تقریبا ساعت 20:05 دقیقه بر اثر بجری تقریبا 35-40 متر سرازیر شدن یک ماشین مرسدس در کیلومتر 121 شهرهای دوشنبه خوجند در پهلوی پل چهارراه دهه چهاره نویه عینی 3 نفر به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت وزن برداشتند. طبق معلومات نوبدار فوری ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت، ماشین سبکرو تمغه مرسدس بنز که به یک ساکن دهه سرخ شهر اصفهان ولایت سوخت تعلق داشت و از دوشنبه به سمت خوجند حرکت میکرد، در نزد پول دهه چوره بجری تقریبا 35-40 متر سرازیر شده است. سبب صدمه هنوز دقیق کرده نشده است. با دریافت این خبر دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست ایالت‌های فوق‌العاده وادی زرافشان به جای حادثه سفربر گردیده نجات بخشان امرو با راننده ها و مسافران راهگذر، صاحب ماشین و یکی از مسافران ساکن 60 ساله جماعت چارکوی شهر اصفهان را با جراحت‌های وزن از داخل ماشین بیرون آورده به بیمارستان انتقال دادند. جستجوی جسدهای 3 مسافر هلاک شده در رود فاندریا 2 روز باز ادامه دارد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خاطررسان میکند که اکثر صدمه‌ها در راه‌های کشور به گناه رانندگان رخ می‌دهد که قاعده‌های حرکت را رعایت نمی‌کنند و در راه‌های مورپیچ کوهی هم با سرعت بلند حرکت می‌کنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به رانندگان مراجعت می‌نماید که هنگام سفرهای دور قاعده‌های بی‌خطری و امنیتی را کلاً رعایت نمایند و جان خود و جان همسفران خود را در خطر ناندازند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.